خب بچه تا اونجا داستان رو براتون تعریف کردم که نفسمون بند اومد و فهمیدیم که نفس آخر رو تو زندگی کشیدیم. تا اونجاش براتون گفتم و کسایی که قسمت اول رو دیدن تا آخر متوجه شدن که داستان چی بوده. حالا اگه ندیدین میتونید برید ویدیوشو ببینید، زندگی پس از مرگ پارت اولو. و من قسمت بعدیشو خیلی وقت بود، یعنی 20 روز پیش حدوداً یه اتفاق افتاد و نمیطلبید که بیام تعریفش کنم تا امروز. از یالووا به ازمیر و تو ازمیر تو این منطقه که ارتفاع خیلی بالایی هم داره طلبید که بقیهش رو تعریف کنم. بچه لحظه های آخری که اون شخصی که بالا سر من بود منو آورد دراز کشون رو اون کاناپه، تنها چیزی که آخرین لحظه ها یادم می اومد وقتی که چهره اون شخص و اون دوستم رو به صورت مات می دیدم، تنها چیزی که بهش می گفتم اون یه حرفایی می زد که من یه چیزایشو می شنیدم آخرین لحظه ها، و تنها چیزی که بهش می گفتم با خنده می گفتم خوبم همه چی خوبه. و میدونستم که دارم میمیرم، ولی با این حال با تمام وجودم حس خوبی داشتم، یعنی یه حس استرس، ترس همراه با هیجان اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته رو داشتم. به خاطر فکر میکنم همینه که همه اکثر بچه‌هایی که تو این داستانان و اعتقاد دارن به یه سری مسائل و یه مسائلی رو آگاهیشو پیدا کردن، میدونن که از بین نمیره انرژیشون، میدونن که ما اومدیم تو این جسم که یه چیزی رو، یه دنیایی رو تجربه کنیم، روی زمین یه مدتی رو زندگی کنیم و بعد از جسممون جدا میشیم و ادامه مسیر رو میریم و این جسم یه چیزی مثل امانته، یه چیزی، یه مکان موقته برا ما. خب من یه سری به این چیزها اعتقاد داشتم. حالا اون محیطی هم که توش اتفاق برام افتاد چون مثل همین جا بود تقریبا، توی شهر دیگه ولی وسط جنگل تو طبیعت، و آگاهی که داشتم آماده پذیرش یه چیزهایی بودم، یعنی آماده بودم که یه تجربه جدیدی رو تجربه کنم، یه چیزی جدیدی رو متوجه بشم. و هی میگفتم همه چی خوبه، من خوبم، ولی میدونستم که دیگه عمرم داره تموم میشه، دارم نفس آخر میکشم. و هی بهش میگفتم کرکما بنیم، بهش میگفتم نترس من خوبم، ولی هیچ جام تکون نمیخورد. شاید هم نمیگفتم، شاید هم تو ذهنم بود، ولی یادمه که این کلمات، این صوتا بود تو ذهنم. دوست داشتم خودم، یه جورایی دوست داشتم که یه اتفاق برام بیفته، برم تو بعد بعدی. و دیگه نفس آخر رو که کشیدم، حالا دقیقا خیلی چیزا یادم نمیاد چون 20-25 روز ازش گذشته، ولی نفس آخر رو که کشیدم که دیگه فهمیدم، به خودم گفتم من اینجوری زندگیم تموم شد. اینو که گفتم که دیگه نفسم نیومد بالا، حس کردم که وارد، یعنی به صورت خودمو میدیدم، خودمو نه اونجوری که تو زندگی عادی میبینیم، ولی خودمو دیدم که جدا شدم، یعنی به صورت یه حالت اسلوموشنی دارم جدا میشم از یه محیطی. حالا نمیدونم، شاید زمین بود، شاید دنیا بود، شاید نمیدونم چی بود، ولی دیدم که از یه چیزی جدا شدم، مثل حالت اسلوموشن رفتم، دارم میرم تو فضا، دارم میرم رو هوا، دیدی میگن رو ابرا یا رو راه میره، یه اینجور چیزی شدم. و اون انرژی درونیم، اون چیزی که شاید روحش میگن، نمیدونم چیه اسمش، ولی من بهش میگم انرژی، دیدم که اون از تو بدنم خارج شد و اومدم بالا. اولین لحظه هایی، یعنی اولین لحظه هایی که این حس بهم دست داد، یه حس دلبستگی، دل کندن از این دنیا برام وجود داشت. و آخرین چیزایی که تو ذهنم، یعنی آخرین چیزایی رو که زندگی کرده بودم، تنها چیزی که بام اومد اونور داستان، یعنی تو زندگی بعد از مرگم، آخرین چیزایی بود که تجربه کرده بودم، آخرین حسرتایی بود که تو زندگیم داشتم. مثلا پیش خودم گفتم داشتم میرفتم بالا، این بود تو وجودم که
کاش بیشتر ورزش میکردم، کاش بیشتر باشگاه میرفتم. ببین میخوام بگم شاید خیلی چیزای کوچیک باشه و زندگی، وقتی میگن زندگی خیلی ساده است ما مشکلش میکنیم، من اونجا بعد از این داستان این مسئله رو درک کردم که زندگی چه چیز ساده ایه و ما آخرین اتفاقایی که برامون میفته رو من با خودم بردم. مثلا چرا باشگاه نرفتم دیروز؟ کاش دیروز میرفتم پا کار میکردم، پاهم از کار نمیافتاد که الان توی حالت باشم نتونم بلنشم رو پا و نمیرم. مثلا این تو ذهنم بود. یه چیز دیگه تو ذهنم بود که گفتم فلان همکارم پول خواست، داشتم مثلا میتونستم یه مقدار به کاش بهش میدادم. این چیزا ناراحتم میکرد. یعنی آخرین اتفاقایی که تو زندگیم افتاد، یا مثلا میگفتم الان بعد من مثلا فلانی چی میشه، چه کار میکنه، دوست دخترم و عشقم رو میگفتم، یا مثلا رامین داداشم تو بود اونجا، توی اون انرژی که داشتم میرفتم رو به بالا، میگفتم مثلا ببین چقدر ساده، میگفتم رامین کرایه خونه رو میده آخر نمیده، و همینجور داشتم این دنیا رو ترک میکردم تا دیگه اینا همه محو شد و اصلا دیگه هیچ چیزی دیگه وجود نداشت. و دیدم هر چی که میرفتم بالاتر توی فضایی بودم که میچرخید مثل گردباد دیدی چی، ولی نه رو به بالا اینجوری میرفت و تهش رو من نمیدیدم، تهش خیلی دور بود. بعد نور سفید نبود، رنگ بود همش. بعد من این چیزایی رو که میگم به صورت افکار بود، نمیدونم آخرین دغدغه هایی که تو زندگیم بود، مثلا 20 سال پیش و 10 سال پیش و 1 سال پیش و 6 ماه پیش و یادم نبود، فقط همین یه روز آخر. و هی اینا تبدیل به رنگ می شدن، به صورت رنگی انرژی ها رو می دیدم و اونجا داشتم کم کم به یه آرامشی می رسیدم که این که میگم ما انرژیم پس واقعیه. چون مثلا فلان مسئله رو به صورت رنگ آبی می دیدم، شخصی رو که تو ذهنم بود برای آخرین بار که داشت اون رنگه ادغام میشد با باقی رنگایی که تو اون چرخه بود که منم داشتم تو اون چرخه میچرخیدم و میرفتم افقی، بعد میرفت رو به بالا. یا مثلا فلان با او یکی مسئله کوچیکم به رنگ زرد در اومده بود، تو اون دایره عظیمی که وجود داشت رنگ زرد رو تشکیل میداد. یا مثلا همین جوری که میچرخیدم مسائل به صورت رنگ در می اومد توی گرداب عظیم، گرداب که میگم مثل گرداب، مثل گردباد میچرخید. و طبیعت، این که میگن ما جزئی از این طبیعتیم، شاید این درخت یه روزی، شاید اصلا این درخت که زنده است، شاید روح یکی از رفتگان الان تو این درخت داره زندگی میکنه. اینو اونجا واقعا درک کردن، چون طبیعت یه قسمت عظیمی از اون چرخه رو تشکیل میداد به رنگ سبز که من قشنگ طبیعت رو هم اونجا میدیدم. و همینجور که میچرخید یه موزیک خیلی عجیبی، نه موزیک دنیوی، یه موزیکی که مثل این که مثلا صدای پرنده ها، صدای خشخش درختها شکستن، خشخش این برگا، اینا همه به صورت یه سمفونی، به صورت یه گروه موزیک خیلی زیبا هماهنگ شده بودن و تو اون دایره که من میچرخیدم یه موزیک زیبایی پخش میشد که من دیروز بر حسب اتفاق دیدم که یه عده تحقیقگر رفتن دارن فرکانس های صدای قاصدک رو در میارن و صداشو وقتی که به وسیله دستگاه در آوردن تینگ 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 اینجور قاصدک صدا میده تو طبیعت. و من اینو که دیدم اصلا رفتم که گفتم نگاه کن، اون موسیقی که اونجا پخش میشد که من میچرخیدم و میرفتم همین بود، موسیقی جهان هستی بود. یه موزیک خیلی قشنگی پخش میشد و کم کم من داشتم میرفتم تو اون دایره که به صورت رنگ کامل در بیام و به صورت تنها چیزی که حس میکردم دمی وجود نداشت. وقتی که من داشتم میرفتم دیگه تو اعماق اون چرخش رنگ ها و انرژی ها که داشتم میرفتم به سمت بالا، فقط یه چیز یادم میاد که هر چند وقت یه بار دمی وجود نداشت ولی اینجوری میکردم، مثلا میگذشت، نمیدونم چقدر میگذشت، زمان نبود، دوباره یه اینجوری میکرد و این اینجوری هایی که میدادم بیرون موقعی بود که ناراحتی های زندگیم به یادم میومد که
چرا فلانی در مورد من بد فکر کرد، واقعیت این نبود، حقیقت چیز دیگه ای بود. اینجوری انگار آزارم میداد و وقتی میکردم حس میکردم که داره ازم جدا میشه، به صورت اصلا چیز جسمی وجود نداشت، اینا همین به صورت انرژی بود. و رفتم تا دیگه داشتم میرفتم توی آخر میرسیدم با رنگ ها، با اون انرژی ها داشتم یکی میشدم که یهو وقتی که نمیدونم چجوری اینو تعریف کنم که متوجه بشین، خیلی اتفاق عجیبی بود. ولی وقتی که دیگه داشتم میرفتم به ته اون چرخش رنگ ها و انرژی ها و نور و خیلی زیبا، اصلا قابل توصیف نیست، دیگه داشتم میرفتم به آخر اون که برم تو قسمت هایی که دیگه خیلی کوچیک میشد نمیتونستم حسشون کنم، یه لحظه چشم باز شد. چشم نه اینکه بفهمم که چشم باز شد، ولی یه لحظه پامو دیدم با همون لباس کاری که تنم بود، دراز کشیده بودم رو کاناپه، تنها چیزی که دیدم پام بود. پامو که دیدم گفتم نمردم، من زندم، برگشتم به زندگی. همون لحظه فهمیدم، همون لحظه، چون من خیلی شنیده بودم درباره این چیزا ولی خودم هیچ وقت خب تجربهش نکرده بودم. پامو که دیدم گفتم برگشتم و یه حس، هم یه خوشحالی عظیمی بود که برگشتم به زندگی که دوباره میتونم این طبیعت و این زندگی رو تجربه کنم، هم یه حس غریب ناراحتی بود که چرا از اون محیط برگشتم. و وقتی پامو دیدم تازه متوجه شدم که من کامل نمردم و برگشتم دوباره. و پامو ولی نمیتونستم تکون بدم، یعنی پامو حس کردم، پامو حس میکردم، میدیدم یه پامو، فقط پای راستمو میدیدم، هیچ جا رو نمیدیدم، ولی پام تکون نمیخورد، پام مرده بود اصلا، تکون نمیخورد تا یه 5 دقیقه 10 دقیقه من فقط پای راستمو میدیدم، هیچ چیزی نمیدیدم، حتی شاید اون کاناپه، حتی پای دیگه هم هیچ چی رو نمیدیدم، فقط پامو دیدم. فهمیدم که پای راستم، حالا نمیدونم حکایتش چیه، البته ناراحت نیستم که برگشتم یا خوشحال نیستم، اصلا یه چیز تجربه عجیبی بود که به خاطرش خوشحالم واقعا و زندگیمو عوض کرد. و دیدم که پام هست، فهمیدم که برگشتم تو این دنیا، نمیتونستم تکون بدم. بعد شاید یه ربع ساعت طول کشید، نمیدونم چقدر طول کشید، اومدم بلندشم دیدم نه اصلا بدنم کار نمیکنه، هیچ جام کار نمیکنه، مثل همون قبل از اینکه نفس آخرم بکشم همون جور بودم، هیچ جام کار نمیکرد تا یه فکر کنم یه 20 دقیقه ربع ساعت همونجا آروم آروم پاهامو تکون دادم، انگشتامو تکون دادم، پلکامو تکون دادم، فهمیدم که نه بدنم زنده است. و خیلی طول کشید تا بتونم بلند شم. اول یه خورده تکون داد، چون تو بعد مدیتیشن میگن تکون بخور، اینا همه تو ذهنم بود، یه خورده خودم آروم آروم تکون دادم، دیدم زندم. اومدم بلندشم از رو کاناپه، اینجور دراز کشیده بودم، اومدم بیام پایین، دیدم نه بدنم شروع کرد اینجوری، همه بدنم شروع کرد لرزیدن، فهمیدم که نه هنوز حالم بده و هنوز جون بر نگشته به بدنم کامل. دوباره دراز کشیدم، یه 20 دقیقه دیگه دراز کشیدم، چشامو بستم، سپاسگزاری کردم. و بعد یه مدتی که طول کشید تونستم آروم آروم بلند شم، دستامو گرفتم به دیوار، یادمه بلند شدم همینجور بدنم میلرزید، با لرزش رفتم در اون پنجره‌ای که قبل از یه اتفاق گفتم بهتون ایستاده بودم طبیعت رو نگاه میکردم، رفتم در اون پنجره ایستادم، یه خورده طبیعت رو نگاه کردم ولی هنوز میلرزیدم و انگار از یه مسابقه 2 ماراتون برگشته بودم، واقعا انگار از 2 ماراتون برگشته بودم، اینقدر بدنم خسته بود. و تنها چیزی که دوست داشتم تو اون لحظه آرزون بود، یعنی برگشتم تو این دنیا، تنها چیزی که آتششو داشتم آب بود. گفتم خدا آب، فقط یه خور آب بخورم. بعد که یه خور لرزشام ایستاد، دستمو گرفتم به اون نردبونا، آروم آروم اومدم طبقه همکف اون خونه، شیر آب آشپزخونه رو باز کردم، لیوان رو پر کردم و چند قلوب آب خوردم و بالاترین سپاس گذاری زندگیم بعد از نوشیدن اون آب بود که با تمام وجود، با تمام تک تک وجود، سلولای بدنم سپاسگزاری رو اونجا درک کردم و معنی سپاسگزاری رو
که تونستم آب بخورم. نه اینکه به خاطری که مثلا دیدم آی نمردم برگشتم، چون تو اون فضا هم فضای پس از مرگم که رفتم اینقدر فضای زیبایی بود، اینقدر دوست داشتنی بود، متوجه شدم که همه چیزهایی که خیلی ها میگن واقعیت داره. متوجه شدم که دنیا، زندگی، ما اومدیم اصلا به صورت امانت تو این جسم که این دنیای روی زمین رو تجربه کنیم، زندگیش کنیم و بعد بریم. و چقدر قشنگ شد زندگی برام تا همین لحظه که الان 25 روز میگذره. اینقدر آرامش زیبایی تو زندگی من اومده، اینقدر آرومم، اینقدر مردم رو دوست دارم، طبیعت رو که اصلا عشق منه. اینقدر مردم رو اصلا به صورت آدم نمیبینم، مردم رو همه به صورت روحایی میبینم که دارن یه چیزایی رو تجربه میکنن. یارو میبینم قشنگ میفهمم که داره چی کار میکنه. بعضی وقتا حسرت میخورم بعضی چیزا رو میبینم، اما خب هر کسی یه رسالتی داره توی زندگی، تو این دنیا، تو این تجربه. برای همین نمیتونیم قضاوت کنیم. بچه قضاوت یکی از چیزهایی بود که منو آزار داد تو اون دنیا. قضاوت هایی که در موردم شده بود یکی از چیزهایی بود که آزارم داد، چون قشنگ میفهمیدمشون، حسشون میکردم. اینکه کاش قشنگتر زندگی میکردم، کاش بیشتر استفاده میکردم از فرصت کمی که تو این زندگی زمینی، تو این جسم دارم، کاش بیشتر استفاده میکردم. این یکی از حسرتام بود. کاش میتونستم واسه مثلا خودم اگه 1000 لیر داشتم، نیازش داشتم، یکی مثلا 1000 لیر نیاز داشت یا 100 لیر نیاز داشت، یکی حسرتام این بود که کاش برای خودم اون پوله رو خرج نمیکردم، میدادم به فلانی، خوبی میکردم. کاش بیشتر شادی خیلی مهم بود. یعنی اون موزیکی که پخش میشد من با تمام وجود حس کردم که شادی، خوبی، اصلا اینان که توشه راهتن تو زندگی بعدی. موزیک رو میشنوین؟ صدا پشه. تو حساب کن همه اینا جمع شده بودن و به صورت یه سمفونی، به صورت یه موزیک تو اون چرخه‌ای که منم داشتم میچرخیدم و باش یکی شدم به صورت رنگ. همه اینا رو جمع کنی، تنظیم کنی، میکس کنی و یه موزیکش کنی، یه وجور موزیکی پخش میشه. یادم نیست، حالا خیلی چیزاش یادم رفته، ولی کم کم تو استوریام میگم که چه چیزایی برداشت کردم تو زندگی پس از مرگم و چقدر زندگیم آروم شد. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. جهان هستی رو شکر، طبیعت رو شکر، عشق رو شکر. شکر بچه‌ها، لذت ببرین از زندگیتون. به خدا زندگی خیلی ساده است. زندگی خیلی ساده است. اینقدر ساده است ما خودمون پیچیده‌اش میکنیم. خیلی ساده است زندگی. فردا هم دارم میرم ایونت حسین استانبول. اسم ایونتش جان تازه است. من وقتی قبل از این داستان اسم برای ایونت حسین و عشق من به من هدیه داد، بلیتش رو گرفت و حواسم به اسمش نبود. بعد این داستان که برام پیش اومد 2-3 روز بعدش وقتی که دیدم اسم ایونت حسین جان تازه است، واقعا اصلا برام مثل یه معجزه بود. دارم میرم حسین رو میبینم، خیلی خوشحالم. حسین اورا همه تو میشناسین.